سلام عرض میکنیم به شما بینندگان عزیز تلویزیون ورزش. برنامه روزنامه گرند سلام ابودابی اوید با جدا است منظور شما و در استودیو من بهروز فیضلای و همکارم ایمانبک شودبکزاد رویدادهای این مسابقات جهانی را منظورتان میسازیم. خوب ایمانبک، اکنون ببینید ما بعد از اون که چمپیونات جهان اوید با جدا در تاشکند را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و اکنون چند بعد باز شاهد رقابت ها در گرند سلام ابودابی شدیم. خوب در اول میخواستم از شما بفهمم که آیا تا کدام اندازه رقابت های ورزشگران ما در این مسابقات شما را قانع کرد؟ به نظر انفرادی من اگر در عموم از رقابت های ورزشگران تاجیک در گرند سلام ابودابی در کشور امارات بگیریم غیر قناعت بخش بود، زیرا 10 ورزشگری که اشتراک داشتند تنها یک ورزشگر اخیراً که از آن هم پهلوان معروف کشور تیمور رحیموف امیدی مدال بود، آن نفر توانست که مدال بگیرد و حتی با وجود اشتراک نداشتن یک زمره چهره‌های پرستاره عالم جودو می توانست که تا در سرگه موفقیت قرار بگیرد، ولی متاسفانه باز هم نتوانست و در حلایدگی باشد در برآمد هر یک ورزشگر. ما در رفت برنامه فکر میکنیم که صحبت میکنیم و تنها همین را میتوانم خواهم گفت. خوب ببینید اکنون در این مسابقات 2 نفر بانوی جودوکاری کشور آن هم باشد شایده قلندرова و مولوده اودیناєва بودند، اشتراک کردند و ما رقابت های آنها را هم دیدیم. این 2 نفر بانوی که کشور ما رو در این مسابقات نمایندگی کردند به اندیشه شما آیا ارزنده بود رقابت هایشون؟ برآمد بانوان جودوکاری تاجیک البته یگان ارزنده بودن و خود برآمد کردن معنی این را ندارد. تنها واقعا هم اگر در مورد برآمد همین ورزشگران حرف زنیم میتوان گفت که با وجود خیلی کم اشتراک داشتن بانوان جودوکار در سباقات بین المللی در همون سیر جودوی جهانی کم در کم اشتراک میکنند و با پیدا شدن همین ورزشگران از اولین گرند سلام موسمی میتوان گفت که البته یک تجربه برای آنها می شود، زیرا آنها علاقه قدم های نخست خود را میمانند و باختن آنها البته از کم تجربگی آنها و ندانستن اصول و قاعده های جودو را میگوید. و اگر ما در حلایدگی علاقه مخصوص در مورد هر ورزشگر حرف زنیم ببینید شایده قلندر و از ورونیکا تانیولو با 3 شکست با 3 شکست خورد و با قول شورای معروف تلویزیون ورزش مراد علی تشایف گویا که ورزشگران تاجیک با شیدو شرطنامه داشته باشند. واقعا هم هیچ یک ورزشگر تاجیک بدون شیدو از تمی نمیبراید. بسیار هم دوست رفیق هستند با شیدو و این بیشترشان البته ما اکثریت رو در نظر داریم. به حساب میانه اگر گیریم هر یک ورزشگر به حساب میانه 2 شیدو میگیرد در رفت یک رقابت، در رفت تنها یک رقابت، در عموم نه، در همه رقابت، در رفت همه رقابت ها یک ورزشگر نه. خلاصه که شایده قلندر و هیچ کاری کردن نتوانستی ورزشگری طولوی و همین خیلی دیگر مولوده اودیناєва هم نیز زیر 63 کیلوگرم از امینه بیلکادی شکست خورد. اگر بگوییم که آن حریفان این ورزشگران ما یک ورزشگران پرقدرت و یک ورزشگران صاحب جایزه باشند اینجا هم بهانه نمی شود، زیرا این ورزشگران حریفان اولی بانو جودوکاران ما نیز آنقدر ورزشگران صاحب نام نیستند و به قول با یک افاده موثر ناونیم بودند و همین را تنها میتوان گفت که برایشان تجربه میشد، زیرا که آنها قدم های نخست خود را میمانند و امیدواریم که در آینده میتوانند رفتی برآمد و سطحی برآمد و رقابت های خود را بهتر و خوبتر نمایند. خب ببینید در همین گرند سلام در همه وزن های مردانه ما نماینده داشتیم و در وزن 60 کیلو کشور ما رو مسلیمبک کریموف نمایندگی میکرد. خب رقابت های این ورزشگری را که اکنون گوییم در میدان های بین المللی توجه نوکار است شما چگونه بها داده میتوانید؟ ببینید در رقابت اول مقابل النقبی ورزشگر میزبان خوب برآمد کرد، یک وزری و یک سکومی به دست آورد و همین خیل حریف خود را شکست داد، ولیکن علاقه در رقابت دومی وقتی برخورد با ورزشگری گرجی در دوام 1.5 دقیقه رقابت مواجه 2000 شد و از تمی بیرون شد، هیچ کاری را کردن نتوانست. زیرا ببینید ورزشگران وقتی که حریفای سبکتر را با آسانی شکست میدهند وقتی برخورد شدن با یک ورزشگری
کشوری که در دل ها نمود ورزش در همین نمود ورزش مثلا در جودو وقتی برخورد با دل ها ورزشگری گرجی علاقه سرآغازی برآمدن به تام یک حالتی روانی منفی آنها را فراگیر می شود و آنها علاقه در رفت رقابت معلوم است که چیزی نمی رسد. بله. خب همون چی بود با فکر شما برای مسلم بک چی نمی رسید؟ فکر دارم که این نفرم که نوکار هستند چگونه که خودتان قید کرد و علاقه قدم‌های نخست را میمونند کم تجربگی باز هم برآمدی کم در سبقت‌های بین‌المللی و عموما رقابت پذیر نبودن با چنین ورزشکاران هرچند که تیمور نزد زیرا ما دیدیم و نتوانست در میان چهارگانه بهترین ها قرار گیرد و به عنوان افتخاری خود را نزدیک کند. این نفر البته این نفر 24 ساله هم تا برای مدال برنجی رقابت کرد و در آنجا از یلدیز سلیخ شکست خورد. از یلدیز سلیخ ترکی شکست خورد ولی بر عوض این تیمور نزدزه حریف دومی مسلم کریموف اگر ما از دستاوردهای سال 2022 حرف زنیم برنجی گرند اسلم ونگریا و طلای در و طلای تبلیس را به دست آورده است و خود ورزشگری هموطن خود جورجو سردلشویلی را شکست داده بود و پیشتر من نو به یاد میارم ما در مورد اولین سیر جودوی جهانی گفتیم این البته معذرت که اولین سیر جودوی جهانی نیست در سال 2022 علاقه چندین گرند اسلم ها را ما در نمود ورزش جودو دیده بودیم. خب ببینید اکنون ورزشگری که دیگری که ما اینجا میخواهیم اطراف مهارتش در این مسابقات حرف زنیم یعنی شهباز سعید ابراروف که یکی از اون نفران می باشد که سال گذشته بسیار هم در وزن البته که 60 کیلو مهارت خوب نشون میداد. با اندیشه شما آیا برای شهباز عوض کردن وزن مانع شده است که اکنون چون سال گذشته نمیدرخشد یا در مهارتش کاستگی دیگر به نظر میرسد؟ ممکنه هم علت اصلی باشد ولی به فکر من اون ورزشگرای با مهارتی که ما داریم در دل نمود ورزش و یک درخشش نشان میدن از یک جانب بسیار هم از جانب نفران بیرون از ورزش نفرانی که بسیار هم طریق رسانه آنها را توصیف میکنند به ستاره تبدیل میدن دیگر آنها به قول ماز با همین یک حالتی ستاره برخورد کردن نمیتونند و به قول یک بیجا میشوند یعنی که در رقابت ها ممکن حریفان خود را نادیده میگیرند یا چه حالتی می شود که دیگر یک نتیجه که یک بار و دو بار به دست میآورند دیگر نمیتوانند آن نتیجه خود را تکرار کنند. ممکن از نگاه این با آمادگی جسمانی آنها شرط و شرایط تمرینی ها وابستگی داشته باشد. این را البته خود ورزشگر اطرافیان ورزشگر میدونند ولی به هر صورت چنین است. ببینید آن درخشش خاصی که داشت در اولین اشتراک خود در گرند اسلم ها و امگان امیدهای بزرگ از همین ورزشگر میکردند و میگفتند که باید ستاره تبدیل خواهد یافت دیگر چنین را ما نمیبینیم. امید وزن 60 کیلوی کشور رو در همین میدانیان آینده او رو در بازی‌های المپی حتی دیدن میخواستند. بیشتر کارشناسان به همین نظر بودند یعنی دوستداران ورزش همین حرف ها رو میگفتند ولی این امیدها هیچ ثمره نداد. ممکن که در خود همون وزن تا 60 کیلوگرم به یگان دستاورد چشمرس مشرف نشده وزن خود را بسیار به زودی عوض کرد. ببینید ورزشکاران نامداری که ما میشناسیم از عالم جودو به مثال لوکاش کرپالک میتوانند با آسانی در یک وزن قهرمان شوند و وزن خود را به زودی عوض کنند و در وزن دیگری هم باز همون بزرگی خود را نشاندند و این چیز البته بهانه شده از نگاه من تا جای من میدانم شده نمیتواند. خب اکنون اینجا فکر میکنم در خصوصی مهارت شهباز حرفای لازمه را گفتیم و میگذاریم به وزن 73 کیلو که در اینجا هم یک چهره در مسابقه های بین المللی نو گویم کشور ما رو معرفی نمودند آن هم باشد محمد شریف نجمی‌دینov. اشتباهی که میشود پیوسته از جانب ورزشکاران ما و همچنین از جانب ورزشکاران کشورهای دیگر هم اندک کم اندر کم به چشم میرسد ولی بیشتر از جانب ورزشکاران ما بازگوی آن است که از اشتباه خود ورزشکاران نمی‌آموزند. از اشتباه خود نمی‌آموزند. آن قاعده های نازک و قاعده‌ای که تهیه کرده است این نمودی ورزش زیبای المپی فکر دارم که ممکن از برخی از آن قاعده ها برخوردار نباشند یا که در رفت خود رقابت دچار
استرس و یک دچار یک شدیدیت فشارهای روانی میشن که با تیزکاری و اجرایش همون اصولای گوناگون میتوانند به چنین خطاگاه ردن این از آن هم سر زدن میتواند. خلاص که در عموم اگر قید کنیم دلیل آن است که ورزشگر آماده نیست برای رقابت ها. هرچند که ببینید زیر وزن 73 کیلوگرم اصلا رقابت ها بسیار شدید جریان میگیرند و ورزشکاران نامدار بسیار زیاد هستند، ولی لیکن امکانیت بزرگ برای ورزشکاران کشور ما در این است که ببینید پس از چمپیونات جهانی ما چهره‌های شناخته و چهره‌های سرشناس را در همین گرند اسلم ندیدیم و این البته یک امکانیت خوبی است، نه بس از اون که تجربه هم نداشته باشی، ولیکن مقابل ورزشکاران نوینیم و مقابل ورزشکاران میانه حال باید که ارزنده مبارزه بریم. نماینده وزن 81 کیلو که آنجا شادمان ریزویف کشور ما رو معرفی میکرد و در دوام رقابت ها با یک وزری پیش صف بود و در آخر توانست که رقیب خود را با ایپون مغلوب سازد، ولی پس از آن که داور با او حکم ایپون رو داد بعداً باز ایپون گرفته شد و با او باز هم خمساکی مکی داده شد. ببینید در چمپیونات جهانی تاشکند ماز به همین جرم به همین قاعده ویرانکنی بسیار هم دغل از نگاه نمودی ورزش جودو شادمان رضاییف را از تتمی بیرون کرده بودند و ببینید الکی 10 روز ناگذشته از اشتباه خود ناآموختن برای یک ورزشگر کسبی این البته تا جای یک منفیت کلان را، یعنی که منفیت فایدنی منفی بودنی کلان را بر جای میگذارد و ما اگر بگوییم که در روبروی شادمان رضاییف یک ورزشگری ممتاز، یک ورزشگری با مهارت ایستاد شده باشد، این البته یک تا جای به قول خودمان بهانه شده میتواند، ولی زمانی که محمد الاجری پهلوان 19 ساله یک عموما دستاورد چشمی رسانه ندارد و به استثنای آن زینه هفتم مسابقات میان جوانان آسیا دیگر هیچ دستاوردی ندارد، فقط پهلوان 19 ساله یک پهلوان بی تجربه گویم میشود مقابل چنین پهلوان به چنین اشتباه را میدهد و باید قید کرد که در همین راستا ماز شروع از همین گرند اسلم ابودابی گرند اسلم و از همون بعد از همون چمپیونات جهانی در تاشکند مقابل استفاده چنین اصول بسیار هم قاعده و ترتیب و انتظام شدید جاری شد. در صورت حتی میسر رسیدن به تتمی وقت تکیه کردن از بالا می توانند مجازات کنند ورزشگرا. این بیشتر دخل دارد به خود همین شادمان رضاییف که اصول اجرا کردهش از طریق همین است، طریق حرکت با سر. بسیار بیشتر اصولهای خود را شادمان رضاییف طریق حرکت با سر اجرا میکند و این هم در حال است که یعنی که فدراسیون عمومی جهانی جودو بسیار شدیداً پرزور کرده است مجازات ها را. ببینید حتی وقتی که حتی در صورت رسیش میسر هم به تتمی سر به پرگین میسر هم میتوانند ورزشگر را مجازات کنند. پس در صورتی که مجازات ها شدیداً بیشتر میشوند و کلاً یعنی که برای همین مجازات کرده میشود محکوم کرده میشود چنین رفتارها، باید که به چنین رفتارها به چنین عملها راه نداد. خب ببینید یکی از خصلت ورزشگر بودن این نگاه داشتن قوت خود می باشد. یعنی ورزشگر حرفه‌ای باید که قوا و نیروی خود را برای رقابت‌های بعدی نگاه دارد، چون شادمان در این رقابت با حریف بسیار ضعیف بسیار ضعیف بود این رقیبش رقابت میکرد، در حالی که یک وزری هم داشت باز هم همین کوشش میکرد قوای خود رو زیاد صرف میکرد. این اندیشه من است، قوای خود رو زیاد صرف میکرد، یعنی قوا رو نگاه نمیداشت. و به اندیشه شما چرا همین ورزشگران ما همین کار رو میکنن؟ ببینید که حتی اگر ما با هنرنمای آب در چمپیونات جهانی تاشکند گفتیم نظر کنیم، در رقابت های اولیه‌اش نه اونقدر از خود نیروی زیاد صرف میکرد، ولی در ورزشگران ما چنین نیست به اندیشه من، خصوصا در همین شادمان رضاییف. برای که میتواند از تجربه خود کار گیرد، زیرکی خوسته را در تتمی از زیرکی کار میگیرد و میداند که ورزشگر را در بعد از پیروزی مقابل همین حریف اولیه میتواند حریف‌های دوم سوم انتظارند و باید انرژی خود را برابر قسمت نمود. ما از همین برابر قسمت کردن نتوانستن انرژی خود در ما نه تنها در جودوکاران بلکه در دل خانمودی ورزشگران بسیار احساس میشود. در فوتبال هم چنین است، دفاعکارانه بازی میکنند تا دقیقه 85 بعد در 5 دقیقه اخیر سر میدهند 2 گل و 3 گل رو. این چیز بسیار هم اشتباهی است که پیوسته اشتباهی تکرار شونده است و سر این باید کار کرد و ما چون پیوسته در مسئله این اشتباهات و نقصان‌های دیگر تحلیل ها میگذاریم، اصلا کاری ما خودم این است. بسیارا میگویند که این کی است که چنین گپا میزند، این برای ما چی کرده است؟ میگن برای چین حرف رو ما اصلا متخصص هم نباشیم، کارشناس هم نیستیم، ولی کار ما کسب ما همین است که ما برای منظور تماشابینان میمونیم، تحلیل میکنیم، درباره پهلوها و جنبه‌های مختلف یک سخن میکنیم
و باید متخصصان و کارشناسان و مربیان سر این کار میکنن، زیرا وظیفه آنها خوب برآمد کردن و یعنی که ارزنده معرفی کردن تاجیکستان از نگاه کسب و کار خود است. ما باشد کوشش میکنیم که برنامه خود را از چی نگاه خوب بسازیم، از نگاه هایی که خوب تحلیل کنیم، خوب پلهای مثبت و منفی را یعنی که منظور تماشابینان نماییم. و بسیارا سوال از ناجا میشن که شما خود کی هستید؟ من کاری من همین است که می را میکنم، یعنی که در خصوص هم گپ میزنم، در حالی که از این سخنهای ما برای خود یک انگیزه دیگر بگیرن و با فکر اون باشن که باید اثبات کنن واقعا هم ورزشگر خوب بودن رو، ولی برعکس اون میکنن. خب میگذاریم با وزن 90 کیلو که در این وزن کشور ما رو دو جودوکار رو نمایندگی میکردن، دو جودوکاری آشنا، جهانگیر مجیدوف و کامرانشاه اوستاپیریون. خب در اول میخواستم که در خصوص رقابت‌های جهانگیر مجیدوف حرف بزنیم. خب جهانگیر یکی از آن چهره‌های جودوی کشور میباشد که طور بالاتر در دیگر ورزشکارها گفتیم امید به اون زیاد بود به خاطر راه یافتن، یعنی امیدها حالا هم فکر میکنم هست که به بازی‌های المپی راه مییابد محض همین ورزشکار، ولی در همین یکچند مسابقه اخیری که او به میدان میبراید به اندیشه من نه همون حالتی رو دارد که برای رفتن به بازی‌های المپی هست و مخصوصا در هنرنمایی او در همین گرند اسلم من خب مهارت والا رو حس نکردم. اندیشه شما چیست؟ میتوانم راضی شوم، زیرا که ببینید بسیارها برهان میشوند که تعریف توصیفا بلند میکنند طریق شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های مختلف که ارزنده فلان ورزشگر برآمد کرد، ولی که در نبودن ورزشگران نامدار و ورزشگران پرمهارتی که نام خود را الکی در همین نماد ورزش در دنیا گذاشتن، در نبودن آنها باید خودت یک نفر شوی، یک نفر عوض کننده شوی تا چهره‌های معروف برایشان انگیزه شود و در گرند اسلم گیری بیایند با تو رقابت کنند. ببینید وقتی در مورد پیروزی جهانگیر مجیدوف حرف میزنیم، بر هاریسون کاستر، کریستوفر کلین کالیولند ورزشگران استونی و امریکایی پیروز شد. ورزشگرانی هستند که ما از دستاوردهای ارزنده آن گفتن نمیتوانیم، فقط ورزشگران نوینی هستند، ولی که وقتی که در مرحله دیگری بر مقابل نیمانیا مجیدوف برخورد شد، ما البته پیروزی رو ندیدیم. این از چی میگه؟ ورزشگران ما با وجود کل حرمت و احترام و مهارت و استعداد آنها مقابل ورزشگران پخته و شناخته جهان آماده نیستند رقابت کردن. نیمانیا مجیدوف البته نه آن ورزشگری است که در سطح عالی برآمد خویش عین حال قرار دارد، ولی با وجود همین هم ورزشگری ما رو ببینید چگونه شکست میده. بله، این نه اون نفر است که به مثل گذشته ها رقیب او رقیب ارزنده بود میگفتیم، یعنی این رقیب برای او شاید با اندیشه بعضی‌ها ارزنده هم بود، لیکن با اندیشه جهانگیر باید این رو مغلوب میکرد. از نگاه دستاوردها اگر بگیریم، از نگاه دستاوردها و تجربه نیمانیا مجیدوف البته تجربه غنی و دستاورد خوب هم دارد. از مثال نقره تل آویو و برنجی کازان 2021 اون دستاوردهای اخیره می باشند که این ورزشکار به کف کرده است، ولی عین حال نه در حالت خوبی ورزشی قرار دارد. بله، حالت کنونی او رو به نظر گرفته من این حرف و همچنین برای مدال برنجی نیز ببینید یسپر سمینگ چگونه شکست داد وقتی 1 دقیقه و 35 ثانیه موندن. همین است که تا آخر رقابت ما از همون قسمت به درستی قسمت کردن انرژی خود و با یک باوری خاصه به پیروزی خود مبارزه بردن را نمیتوانند. خب اکنون ببینید اینجا ما گفتیم 2 نفر بود در این وزن که کشور ما را نمایندگی کرد، کامرانشاه اوستاپیریون، و نفری که واقعا هم باید اقرار شد که بسیار کارها رو برای جودوی کشور کرد، یعنی دستاوردهایش خیلی نظررس هستند تا اینجا، ولی متاسفانه در همین رقابت‌های اخیرش ما همون کامرانشاه سالهای پیش رو نمیبینیم. خب چی نمیرسد برای او؟ به فکر شما چرا او بیشتر کوشش میکند که رقابت‌های خود را با یعنی گرفتن شیده‌های رقیب به دست بیارد؟ ببینید کامرانشاه اوستاپیریون ورزشگری است که واقعا هم با گرفتن 2 نشان طلای سبقت‌های سیر جودوی جهانی تا اندازه مخلصان زیادی خود را پیدا نموده است و از محبوب‌ترین چه پهلوانان کشور هم به حساب می‌رود. ولی برآمدهای که دارد سالهای اخیر کامرانشاه اوستاپیریون و آن نتیجه‌ای که به دست می‌آورد، فکر می‌کنم ممکن از لحاظ آن تاثیرات‌های سن سالی هم می‌توانند تا جای به سطح رقابتی و تاثیرگذار باشند. زیرا ببینید وقتی که سن سال ورزشگر بالا رفتن می‌گیرد و آن هم از سطح رقابتی
همون ورزشگر درک میداد. ببینید سالهای پیشتر وقتی که در اوج علای برآمد خویش قرار داشت چگونه خوب مبارزه می‌برد، امیدهای بزرگی رو بر جای می‌گذاشت، نوبت از اون که در کدام از ورزشگر در کدام سبقت‌ها اشتراک می‌کرد. ولی این حال باشد در ردیف ورزشگران دیگر ناکام تاجیک این ورزشگری ما هم بعد از پیروزی بر آن ورزشگرایی که قول میانه حال هستند نتوانست که باز هم مقابل یکی از ورزشگران امیدبخش کشور فرانسه که طلای مسابقات گشوده اروپا را به دست آورد پیروزی به دست آورد و حتی در مرحله تسلا بخش هم از ورزشگری کشور قزاقستان شکست خورد. این ورزشگر البته دستاوردهای خود را هم دارد، در گرند اسلم اولانباتور سوم شده بود و در چمپیونات آسیا هم توانست که مدال برنجی را به دست آورد. ببینید در دو پیروزی اول خود بر کارل فوبرت و اوشانگ مرگیانی آن ورزشگرای را مغلوب کرده است که اوشانگ مرگیانی هرچند که ورزشگران گرجی وقتی به تتمی برآمدنشان از خود نام و سر و صدای بلندی را بر جای میگذارند و مقابل آنها اصلا مشکل است مبارزه بردن، ولی این نه آن ورزشگر است که خوب برآمد میکند و حتی در خود گرند اسلم تبلیسی نفر هفتم شده بود، امین ها را شکست داد. خب اکنون در وزن 100 کیلو یعنی ما حرف زنیم، یعنی نماینده کشور ما که زیر وزن 100 کیلو در این مسابقات بود ابوبکر اکوبیر، نفری که در چمپیونات جهان هم زیر این وزن کشور ما رو نمایندگی کرد و حرف‌های رو گفتیم در خصوص خب مهارتش و طرز گوشتین گرفتنش. ببینید در همین گرند اسلم من فکر میکردم که مطور بالاتر هم اشاره کردیم تو جای اون جودوکارانی که نامنگ داشتن یعنی نامدار بودن در این مسابقات نبودن و ما با اون فکر بودیم که حداقل همون تشنگی که مخلصان جودوی کشور از چمپیونات جهان داشتن در اینجا شکسته می شود و همین ابوبکر اکوبیر باز هم همون طور گوشتین گرفت که در مسابقه قبلی بود، یعنی ندانستن قاعده ها و همیشه از زور خود استفاده بردن، نه از تاکتیک و همون چی میگن همون لوازمات هایی که برای گوشتینگیری لازم است، یعنی تاکتیکای گوشتینگیریش نه به طور ضروری بود. ببینید اگر یادتان باشد وقتی تهیه روزنامه‌های چمپیونات جهانی جودو در شهر تاشکند خود ابوبکر اکوبیر با خبرنگار تلویزیون ورزش مصاحبه انجام داد و گفت که من کوشش میکنم که با برآمد خود جبران نمایم در ابودابی، یعنی که خوب برآمد کنم و جایزه را به دست آورم. و باز هم تکرارم شود دوم بار و سوم بار در نبود چنین ورزشکاران نامدار و رقابت پذیری کم حساس شدن در گرند اسلم ابودابی. حتی ببینید در درون تالار ورزشی صدای مربیان بلند حساس میشد، زیرا که مخلص نیست. ورزشگران هم حتی در بودن ورزشگران کمتر مخلصان کمی هم یعنی که در تالار وجود داشتن که اینم البته اندکی از سطح خود رقابت نشان میداد و با وجود هم ابوبکر اکوبیر از نفری شکست خورد که این نفر سیمیون کاتارینا خود دارای جایزه مدال برنجی چمپیونات کشور اروپا و حتی در گرند اسلم در هفتم شده بود در زاگرب هفتم شده بود و اگر از لحاظ دستاوردهای کلی بگیریم اونقدر دستاوردهای چشمرس هم ندارد. از همین نفر شکست خورد و همین نفری مغلوب کرده ابوبکر اکوبیر هم تا جایی نرفت در همین وزن، یعنی که اگون جایزه رو به دست آوردن نتوانست. اینم باز از آن میگه که باز هم سطح منفی برآمد، رقابت ضعیف و آمودن حتی به بحر رقابت نمودن با چنین ورزشگران. خب باز هم در این رقابت ما در چشم خود یعنی ما باز هم دیدیم که ورزشگری ما با سبب گرفتن کارت زرد اینجا مجازات یعنی کارت زرد میگیرد، با کارت زرد مجازات میشود اگر این را با زبان جودو شیدو گوییم. خب ببینید اکنون در وزن 100 کیلو طوری که بالاتر ما اشاره کردیم باز هم همون ورزشگر امیدبخش کشور، نفری که همگان با گرفتن نامش جودوی کشور رو فکر میکنم تا جای در این شب روز ورق میزنن یعنی میشناسن، این هم باشد تیمور رحیموف. خب تیمور رحیموف در آغاز سخن شما گفتید که امام بیگ از او انتظار حتی نشون برنجی نه بلکه نشون طلا رو داشتید. خب ببینید من فکر میکنم اشاره شما به همین بود در آغاز صحبت و به اندیشه شما چرا اون نتوانست که همین نشون طلا رو حداقل نشون نقره‌ای که در گرند اسلم گذشته اون رو به دست آورده بود اینجا اون رو باز هم بگیرد؟ ببینید ما اگر از لحاظ دستاوردهای انفرادی خود تیمور رحیموف حرف زنیم
در گذشته در گرندسلم های پیشین حتی تیمور به گرفتن نشان نقره هم دست یافته بود. بله. و خود جایگزین شدن در زمینه پنجم چمپیونات جهانی البته قدم‌های را به پیش میگوید، زیرا که از سطح رفت رقابت و خود از آن اشتراک ورزشکاران نامدار در چمپیونات جهانی از آن میگوید که تیمور تا جای رشد هم کرده بود از لحاظ نتیجه. ولیکن بعد نشان‌های نقره گرندسلم، نشان نقره گرندسلم دیگر باره به عنوان برنجی مشرف گشتن در گرندسلم دیگری، این به نظر افرادی من یک قدم دیگر به قفا است. ببینید اگر ما تحلیل کنیم این سخن‌ها از هوا نیستند، آن مدالگیری و آن در زینای افتخاری برآمدن خود این پهلوان معروف کشور را میگیرد و در رقابت‌های رسیدن تا مرحله نیمه نهایی کی رو شکست داد؟ تیمور ایموف بر بیکمراد اولتیبویف ظفر یافت، نفری که عین حال نه در ردیف آن ورزشکاران پرقدرت ازبکستانی است. سیومی آسیا دارد، برنجی آسیا دارد در اختیارش و در توکیو هفتم شده بود. و همچنین بر جمال غمزدخانوف از کشور آذربایجان ظفر یافت. ببینید در چمپیونات جهانی هم دو نفر را شکست داد، ماریوش فیزل و ورزشکاری دیگری میان حال را نونیم را وقتی برخورد با خودی توشیشویلی اونجا البته توانست که ورزشکاری کریگی را هم شکست داد، خوب شکست داد، ولی وقتی برخورد با توشیشویلی باز هم آن باختایی که از ورزشکار گرجی داشت جبران کردن نتوانست. و این نوبت هم ما در مورد خود دستاوردهای انفرادی تیمور گفتیم و اکنون میگذاریم به دستاوردهای خود لوکاش کرپالیک. ببینید کرپالیک در توشکند به قول به زینای افتخاری نزدیک شدن نتوانست، ولی ناکامی خود را در گرندسلم ابودابی چگونه با جسارت و با یک ناموس و با یک اراده مستحکم جبران کرد. آمد و در گرندسلم ابودابی همه را ناکام کرد، زینه اول خود را گرفت و نشان داد که واقعا هم چهره بزرگ است. ببینید چگونه قدم‌ها عقب و به پیش می روند و همین خیلی دیگر، هرچند که بسیارا برهان میگن که تیمور مقابل کرپالیک خوب مبارزه برد، اصلا در همه نمودهای ورزش خوب مبارزه بردن را البته آمارها و دیگر نشان داده به نظر میگیرند، ولی که دلیل عموما نتیجه است. در فوتبال نیز دسته می شود که عموما در خط دفاع می ایستد، توپداری در دست رقیب است، ولی یک گل میزند می رود 3 خال، یعنی که با زینای بالای همین خیلی دیگر ما عموما در دل نمود ورزش نتیجه را انتظار می شود، نه خوب برآمد کردن را. و بالاخره آن است که تا حال هم یعنی که خوب برآمد کردن با جداکاران نامور را تیمور ایموف بر زمین کل حرمت احترام به شخصیت این چهره شناخته ناموخته است. از نگاه من ورزشکاران ما در پارتر آنقدر خوب نیستند، مستحکم نیستند، زیرا امکانیت هایی که بعد گرفتن بعد پیشتازی در رقابت مقابل بیکمراد اولتیبویف و جمال غمزدخانوف در پارتر تیمور داشت و آنها را استفاده کرد. از آن میگوید که ورزشکاران ما در پارتر ضعیفند وقتی رقابت ها در پارتر و وقتی امان یعنی که مبارزه برای مدال برنجی هم ماریوش فیزل در مقابلش ایستاد شد. ماریوش فیزلی که در چمپیونات جهانی توشکند از دست تیمور شکست خورده بود. خب ببینید در وقتی رقابت ها چنین به نظر می رسید که دست تیمور همون لطی که در چمپیونات جهان برداشته بود، یعنی با همون آمده است به این گرندسلم و همون مشکلی در اینجا اذیتش میداد. خب به اندیشه شما همین اذیتی یعنی لط برداشتن دست سبب به آن شد که کرپالیک بالای تیمور پیروزی به دست بیارد؟ من فکر میکنم اینم تا جای میتواند اساس داشته باشد، لیکن اصلا اگر بگیریم ببینید مثال دیگر میبینیم از دیگر نمود ورزش. پول پوگبا وقتی که دچار جراحت وزنی شد مخصوص برای اشتراک کردن در چمپیونات جهانی در قطر از جراحی زانو دست کشید، مخصوص تیاری برای سبقت بسیار مهمتر. اول برای دل ورزشگر سلامتی میستد، وضع سلامتی و به طور پرا وقتی که ورزشگر آن جراحت‌های خود را برقرار کرد و آن جراحت‌های خود را شفا داد، میتواند در مسابقات‌های تحکیمی دیگر آینده از آن خوبتر برآمد کند. این چیزا رفت و نظری خودی ورزشگر نسبت مسابقه را دارد و البته میتواند یک اساسی برای بخ شده باشد، ولی که تا حال اگر ما به تحلیل و به همان نشاندادها و آمارها نظر افکنیم مقابل ما چنین ورزشگرایی که احتمال است تیمور را بزنند باز هم تیمور را میزنند.
خب اکنون در خصوص رقابت‌های نمایندگان کشور خود اینجا فکر می‌کنم با طور ضروری حرف زدیم و می‌خواستم که در خصوص هنرنمایی بانوی چینی ما ژنژائو که زیر وزن 78 کیلو در این مسابقات هنرنمایی کرد حرف بزنیم. خب نظر شما با مهارت جودوکاری این بانوی چینی چیست؟ یعنی چی حرفی برای گفتن این داره؟ یک چهره هنگام آفر گردید برای کشور زیر عثمانی. ما ژنژائو پهلوانی 24 ساله وقتی که همگان این نفر رو در رقابت فینالی مقابل مایر اگیاری برزیلی در رقابت‌های زیر 78 کیلوگرم دیدن، همگان حیرت زده شدند و اونجا البته برزیل اگر یگان امکانی مدال طلا گرفتن برای ورزشکاری چینی نداد. ببینید علاقه چونانی که ما گفتیم از رفت برنامه در نبودن ورزشکارای صاحب نام، ما از همین ورزشکاران میتوانند جبران ضرر برای خودشان کنند. ما ژنژائو در نبودن چین ورزشکاران برزیل توانست قهرمان شود. ببینید استاتوس خود را بعد نفر دومی بودن بعد از آنها نشان داد و توانست که در نبودن چنین چهره ما ژنژائو و قهرمانی برسد و در رقابت فینالی البته توانست که ناتالیا پاول را شکست دهد. نو پس از آن که ورزشکاری 32 ساله تجربه دار است و شماره زیادی جایزه را از سبقت‌های سلسله جودو به دست آورده است، ولی که ما ژنژائو چهره نوکار هرچند که در توشکن نتوانست مقابل چهره برجسته برزیل رقابت سخت کند، در نبودن چنین چهره توانست که در ابوظبی از درخشش خاصه خود نشان دهد و الکی یک نمونه روشنی دیگری شد. ببینید وقتی که رقابت‌بازی کمتر باشد و ورزشکاران کمتر اشتراک میکنند، چهره دیگری نو درخش میتواند از خود نشان دهند، صدا بلند کنند و ما از ورزشکارای دیگری که هستند از همین زورتر برای رقابت‌های بین نگرسته مخصوص برای رقابت کردن با همین ما ژنژائو میتوانند در گرند اسلم دیگری هرچند که نیت اشتراک کردن نداشته باشند اشتراک میکنند. خب سلامت باشید ایمانبک. و در عموم اگر ما به نتیجه های ورزشکاران کشور نظر افکنیم و در عموم با رفت برگزاری این گرند اسلم نظر افکنیم، چی فکر و اندیشه دارید بعد از چمپیونات جهان؟ آیا این گرند اسلم در همون سبک و اصول خاصه خود برگزار شد یا نه؟ ببینید شماره کمی ورزشکاران صاحب نام اندک در سطح دیگر قرار داشتنی از نگاه برگزاری نه، از نگاه رفت رقابت ها با وجود شماره زیادی ورزشکاران میان حال در همین ورزشکار البته سوالات خود را داشته باشد، ولیکن برای خودمان، برای خودمان، برای ورزشی، برای جودوی تاجیک جنبه مثبت آن است که به اولین بار بعد از فرصت های زیاده بانوان کشور ما هم توانستند در مسابقه اشتراک کردند، نوبسته از چه نتیجه‌ای که نشان داده باشند و همچنین در مرحله جایزه سپاری نیز بار اول می شود که نمایندگان کشور ما اشتراک داشتند و اینجا هم البته رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان رولایخوف با سفیر تاجیکستان در امارات متحده عرب بهادر شریفی در مراسم جایزه سپاری شرکت ورزیدند که هم یکی از علامت‌های خوبه برای رشد جودو. و نقطه مهم دیگر آن البته بستن سازشنامه میان فدراسیون جودوی تاجیکستان و اتحاد بین‌المللی جودو برای برگزار نمودن اولین گرند پری جودو در سال آینده در دوشنبه می باشد که این البته از علامت‌های خوب می باشند که میتوانند دلالت دهنده از نظر اینه که جامعه جهانی با جودوی ما کشور ما میشه. وقتی که ورزشکاران ما پیوسته در سبقت‌های جودوی اشتراک میکنند و پهلوانان به مثال تیمور پیوسته در شاهصفه افتخاری قرار میگیرند، این البته از نمونه‌های روشنی به یک رشد به سمت رشد راه یافتن جوداست و ما از همان دلایلی که قید کردیم اینجا از نمونه روشنی روح به رشد نهادن ها را نشان میدهد و ما از این جنبه‌های مثبت بودند که میتوان از آنها درک نمود. خب سلامت باشید ایمانبک. و با همین حرف ها فکر میکنم به برنامه نقطه گذاریم. می شود زیرا همون تحلیل ها خصوصا در خصوص جودوکاران کشور که لازم به ذکر بود فکر میکنم اینجا قید نمودیم. خب بینندگان عزیز یادآور میشویم که این روزنامه گرند اسلم ابوظبی اوید به جودو بود که منظور شما نمودیم و من بهروز فیضلوی و ایمانبک شادی بیگزاد تو این لحظه ها با شما بودیم. خیر تا نشرهای بعدی شاد و پیروز بمانید.